سلام میکنم خدمت بینندگان عزیز و محترم سریال چرا دوستم نداری. امیدوارم که از دیدن این سریال در کنار خانواده و عزیزان خود لذت برده باشین. امروز اینجا حاضر شدم برای جواب چند تا از سوالایی که مطرح شده. سوال اول، لطفاً خود رو برای بینندگان معرفی کنید. من لیلا زیقی هستم، متولد ایران هستم. 10 ساله که در آلمان زندگی میکنم. من بنا به اتفاق این کار به هم پیشنهاد شد و با کمال میل پذیرفتم در گروه خوب و در کنار دوستان سریال چرا دوستم نداری نقش مادر رو بازی کردم. سوال دوم، آیا این اولین کار هنری شما بود یا اینکه قبلا داخل فیلم یا سریالی بازی کردید؟ این اولین کار هنری بنده بود. من هیچ تجربه از بازیگری و سینما و سریال نداشتم و یه چالشی بود برای خودم، دوست داشتم انجامش بدم و امیدوارم که پسندیده باشین. به نظر دوستان که خوب بود، به نظر خودم هم خوب بود، حالا نظر بینندگان متفاوته و امیدوارم که نقشم رو به خوبی اجرا کرده باشم. سوال سوم، راجع به نقشی که داشتم توضیح بدم. نقش من نقش مادر خانواده بود و من ارتباط خیلی خوبی با عروسم داشتم. خیلی از ته قلبم دوستش داشتم، چیزی که این روزا خیلی کمه تو فرهنگ‌های ما. مادر شوهر عروس همیشه نقش متضادی داشتن، همیشه با هم درگیر بودن، ولی برای خودم هم یه چالش خیلی خوبی بود که انقدر مادر شوهر عروس با هم احساس نزدیکی می‌کردن و با هم دیگه راحت بودن. واقعا نقش جالبی بود برام. سوال چهارم، چالش هایی که داشتین در این سریال. بزرگترین چالش من این بود که زمانی که بعضی از دوستان دیالوگای خودشون رو حاضر نمی کردن، آماده نبودن، می اومدن سر برنامه و باید منتظر می شدیم که چند تا خط حفظ کنن. بر اثر تکرار زیادی که من خودم کرده بودم، یه جاهایی تو سکانس من دیالوگم رو فراموش می کردم به خاطر اینکه شاید برداشت 10، 11 و 12 بود. به خاطر همین تکرارهای زیاد فراموش میکردم و خیلی اینا چالش‌های بزرگی برای من بود. شاید که من 2 روز 3 روز تو خونه این دیالوگا رو تمرین کرده بودم، آماده میرفتم، ولی خب بنا به مشکلاتی که بود دوستان فراموش میکردن یا آماده نبودن، منم فراموش میکردم. این یکی از چالش‌های بزرگ بود. سوال پنجم، چه کسانی توانسته بودن نقش‌های خود رو بهتر بازی کنن؟ به نظر من هر کسی توانایی خودش رو نشون داد. هر کسی توی این سریال به نحو احسن نقشش رو بازی کرد، اجرا کرد، ولی از نظر خودم نقش محوری پدر و مادر به نظرم از همه قوی تر بود. بازم میگم نظرم متفاوته. سوال ششم، برای شما گفتن دیالوگ ها به لهجه فارسی افغانستان چقدر چالش برانگیز بود؟ واقعا برای من سخت بود، چون من با لهجه فارسی تهران صحبت میکنم، متولد تهران هستم، بزرگ شده تهران هستم و گویش‌های محلی مختلفی ما تو ایران داریم. این چالش برای من جوری بود که انگار با لهجه مشهدی باید صحبت میکردم، خیلی نزدیک به لهجه مشهدی بود و من زمانی که تایم داشتم تو خونه تمرین میکردم دقیقا با لهجه خودشون صحبت کنم، ولی خب یه خورده سخت بود داخل سریال که با اون شیرینی و شیوایی که خود مردمان عزیز افغانستان صحبت میکنن بتونم صحبت کنم. سوال هفتم، وقتی سریال را دیدین و متوجه شدین صدای شما توسط کس دیگری دوبله شده است، چه احساسی داشتین؟ برام یه خورده غریب بود، عجیب بود، ولی کم کم با قسمت‌های بعدی که پیش رفتم به نظرم برام جا افتاد. اون صدا به چهره منم می‌نشست، قشنگ بود و من دوستش داشتم. سوال هشتم، آیا کدام خاطره جالبی از این سریال دارید که بخواید همراه بینندگان به اشتراک بگذارید؟ کلاً که همش خاطره بود. در کنار دوستان خیلی تایم‌های خوبی رو گذروندیم.
بچه‌های گروه همه عالی، همه مهربون، همه با هم همکاری نزدیک داشتیم، مثل یه خانواده شده بودیم در کنار هم. و الان بعد اینکه سریال تموم شده واقعا من دلم برای بعضیاشون خیلی تنگ میشه، دوست دارم که از نزدیک ببیننشون. آقا امید بسیار صبور و مهربان بودن، بسیار با متانت برخورد میکردن و یکی از چیزهایی که مشوق شد من بیام داخل این سریال بازی کنم اخلاق خیلی خوب ایشون بود که من با آرامش خاطر پیش ایشون میرفتم و سریال بازی میکردم، چون جوری با انسان رفتار میکنم، مخصوصا با خانوما جوری احترام قائل میشن که شما ناخودآگاه احساس امنیت بهتون دست میده و این یکی از بزرگترین شاخصه‌های آقای امید سادات بود داخل این سریال که من با واقعا کمال میل پیش ایشون رفتم کار کردم. سوال نهم، پیام‌هایی را که این سریال به مخاطب منتقل می‌کند چقدر مهم است؟ به نظر من خیلی پیام‌های خوبی داشت. یکی از سکانس‌هایی که ما داشتیم خانومی بود که خانواده‌اش در بچگی اجازه نداده بودن که به مدرسه بره و سواد خواندن و نوشتن یاد بگیره. بعد اون که با مهاجرت به آلمان آمده بودن با چالش‌های زیادی روبرو بودن که نمیتونستن زبان اینجا رو یاد بگیرن به خاطر اینکه مدرسه نرفته بودن، آموزشی ندیده بودن. یه سکانس دیگه هم برای من خیلی جالب بود که خاطره پدر خانواده بود که میگفتن در زمان قدیم که مادرشون به بازار میرفتن باید از روبنده روپوش استفاده میکردن و اون روبنده و روپوش توری مانند بوده که جلوی چشمشون و جلوی پاشون رو بتونن ببینن و ایشون میگفته که وقتی داخل بازار و کوچه میرم انگار پشت میله های زندان دارم بیرون رو نگاه میکنم که این واقعا یه ظلم بزرگ در حق بانوان بوده. یک پیام دیگه هم که من خودم از این فیلم گرفتم، دوستانی که جدیداً مهاجرت میکنن میان با قانونهای اینجا آشنا نیستن فکر میکنن که مثل کشورهای خودمونه میتونن رو خانومشون دست بلند کنن بچه ها رو بزنن. تو یکی از این سکانس ها یکی از این همسایه های ما با بچه هاش با خشونت رفتار کرده بود و یوگندآمت اومده بود، دولت بچه هاشون رو گرفته بود برده بود به خاطر اینکه پدر خانواده اینا رو زده بود. و یه نکته دیگه هم که داشت، جوانایی که از توی فرهنگ خودمون، توی فرهنگ افغانستان یا ایرانی فرق نمیکنه میان اینجا مثلا بیرق خودشون رو نشون میدن ولی اون لباس، اون چیزایی که میپوشن، اون تیپی که میزنن، اون شخصیتی که تو جامعه نشون میدن زمین تا آسمون با اون پیامه که رو بیرقاشون هست فرق میکنه. درسته ما باید توی جامعه اینجا ادغام بشیم ولی اصولی، نه هر چیزی رو بیاریم به هم دیگه ربط بدیم وصلش کنیم. به نظر من این فرهنگ زیاد جالب نیست که جوانای ما با اومدن اینجا طرز لباس پوشیدنشون، طرز صحبت کردنشون، طرز رفتارشون فرق میکنه. به نظر من باید تربیت از پای درست باشه که وقتی اینجا اومدن با چالش‌های اینجا روبرو شدن حداقل بتونن از اون اصالت خودشون چیزی داشته باشن. و در آخر سوال دهم، بدون شک این سریال کم و کاستی داشته. با در نظر داشتن تمام مشکلات و امکانات اندکی که برای ساخت این سریال در اختیار گروه شما بود، نظر کلی شما در مورد این سریال چیست؟ ما که واقعا امکانات کمی داشتیم این سریال رو شروع کردیم، از اونجایی که من همراه این گروه بودم ما با داشتن یه دوربین، یه کامرا تمام این سریال رو فیلم برداری کردیم و صحنه‌هایی بود که باید چندین و چند بار تکرار میشد. اگر صحنه سر فیلم 2 دقیقه 3 دقیقه شما عزیزان تماشا میکنید، برای ما 5-6 ساعت کار پشتش بوده، کار مشقت فرسا، به خاطر اینکه تو گرمای تابستون بود، صدای کولر، صدای پنکه داخل فیلم میافتاد، ما باید همه رو خاموش میکردیم، همه ساکت میبودن تا اون صحنه ها گرفته بشه. حتی ما با تابش نور آفتاب مشکل داشتیم. صحنه‌هایی بود که ما بعد صبحانه یا شام می‌خوردیم، وقتی نور مستقیم میزد داخل خونه نمیشد اون صحنه‌ها رو درست کنیم و میگم با کمبودهای وسایل امکاناتی مثل کامرا و فیلم بردار، مثلا ما دستیار صدا بردار نداشتیم، صدا بردار، فیلم بردار، همه اینا تو چند نفر مختص شده بود و بزرگترین مشکلی که داشتیم گیریم بود که ما خودمون با کارهای گیریم آرایشیمون رو انجام میدادیم،
سر صحنه حاضر می شدیم. همه ما واقعا از صمیم قلب مثل یه خانواده، خواهر و برادر در کنار هم دست به دست هم دادیم که این سریال برای شما عزیزان تهیه بشه. کارگردان ما بسیار کارگردان جوان و خوبی هستن، بسیار اخلاق خوبی دارن. امیدوارم اونایی که دستشون میرسه، دوستایی که میتونن حمایتش کنن که ایشون بتونن فصل دوم سریال خودشون رو بسازن و کارهای درخشان تری رو ارائه بدن. من امیدوارم که تمام دوستانی که منو میبینن، صدای منو میشنون، من یه هموطنم مثل بقیه، مثل دیگران، بدون چشم داشت ما همگی رو با هم کار کردیم. شما هم اگر میتونین حمایت کنین این سریالو، خیلی ممنونم. و پیام آخر منم اینه که کسایی که برای خانوما محدودیت قائل میشن، اجازه نمیدن خانوماشون تو اجتماع حضور پیدا کنن و جلوی پیشرفت خانوما رو میگیرن، خواهش میکنم ازتون به خانوماتون فرصت پیشرفت در اجتماع رو بدین، حمایتشون کنین، بذارین استعدادهای خودشون رو کشف کنن، بذارین توی اجتماع فعال باشن. من حمایت بچه‌هامو داشتم، واقعا پسر بزرگم خیلی از من حمایت کرد. من همینجا روی ماهشو میبوستم، خوشحالم که منو حمایت کرد و به من گفت مامان اینم یه چالشه، تو میتونی خودتو نشون بدی و همونم شد. من برای همه خانم‌ها آرزوی سلامتی و پیشرفت و تندرستی میکنم و از همه شما خواهر برادر عزیزم تقاضا میکنم همدیگر تو تمام زمینه‌ها حمایت کنین و پشت هم باشین. خیلی ممنون. خدا نگهدار.